در اعماق باغی سرسبز و زیبا، جایی که ایده‌ها شکوفا می‌شوند، قصه برند شما آغاز می‌شود. در دنیای رقابتی کسب و کارهای امروزی، برندها همانند گیاهانی‌اند که نیازمند مراقبت هستند. در کانون دات، طراحان و ایده‌پردازان ما همچون کشاورزانی ماهر، برند شما را از ابتدا مانند یک بذر پرورش می‌دهند و به ثمر می‌رسانند. با انجام مطالعات دقیق و بررسی رقبا، ماجرا با انتخاب یک بذر اصیل آغاز می‌شود. دات با ظرافت تمام بذر منتخب را مورد بررسی قرار می‌دهد و با اعمال نظم، همسانسازی و تغییر در ساختار، آن را برای کاشت در خاک حاصلخیز نوآوری آماده می‌کند. اکنون زمان کاشت فرا رسیده. با مراقبت فراوان، رشد ادامه پیدا می‌کند و به شکوفایی می‌رسد. شکوفایی که ریشه‌های آن در خاک فرهنگ و ارزش‌های شماست و شاخه‌های آن به سمت آینده‌ای روشن کشیده خواهد شد. با عبور از کلیشه‌ها و تکیه بر دانش روز، دات برای ایجاد یک هویت بصری ماندگار از انتخاب رنگ‌ها گرفته تا طراحی لوگو، تمامی مراحل رو با رویکردی خلاقانه رقم می‌زند. رفته رفته داستان به اوج خود می‌رسد و بذر شما به درختی تنومند تبدیل می‌شود که از کمترین ثمرات آن می‌توان به افزایش شهرت و اعتماد مخاطبان اشاره کرد. اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. دات همچنان به رشد و بهبود برند شما ادامه می‌دهد. با ارزیابی دقیق بازخوردها، نقاط ضعف را شناسایی کرده و با بهینه‌سازی به موقع به رشد پایدار برند شما کمک می‌کند. ما در کانون دات با خلق تجربه ارزشمند برای مخاطبان به برندتان کمک می‌کنیم تا در ذهن آنها ماندگار شوید و با اتکا به دانش، تجربه و خلاقیت در حوزه برندسازی تمام تلاش خود را می‌کنیم تا برندتان به یک دارایی ارزشمند تبدیل شود. ما برای رسیدن به آنچه جایگاه شماست در کنارتان هستیم. با ما در ارتباط باشید.